اصلی برهانوف و صحنه براید تا پرستوی امساله برای ما پرستوی مخصوص است، زیرا آن با 100 سالگی یکی از ابرمردهای جنبه نه تنها تئاتر بلکه عموما فرهنگ، یکی از بنیادگذاران ساحه فرهنگ اصلی برهانوف راست آمده است و من تمام خویش و پیوندان، تمام شاگردان را با چنین شخصیت معتبر با سالگرد معتبرشان شاد باش میگویم. ما اولین نمایشنامه رو در جشنواره تماشا کردیم. بخارای شریف از روی سرگذشت‌های یا یادداشت‌های استاد بزرگ استاد خیرات صدرالدین عینی روی صحنه آوردن تئاتر موسیقی شهر خوجند و گویند که گذشته را نمی‌توان دیگر کرد، نه اصلاح و نه پاکش کرد از نو. گذشته را همه باید پذیرفت اگر برداشته سود به یک جو. و این نمایشنامه‌ای که اهل هنر تئاتر خوجند پیشکش تماشابینان و اعضایان حکمان این جشنواره کردند، گذشته ما را پیش تماشابین گذاشتند و از این گذشته به ما درس میگفت و درست هم هست که این نمایشنامه دردی گرچه که گذشته ما بود ولی درد امروزی جامعه ما بود. بله و یک احساس بلند نمایش اجرا کرده شد و خود موسیقی نمایش و آوازخوانی های نمایش خیلی در سطح بلند بود و آرایش نمایش به من خیلی مقبول شد. گرچه که در اینجا نقش های برجسته نبود ولی اهل تئاتر یعنی مست گوییم خیلی خوب نقش ها رو بازی میکردن. یکو وقتا که پدرم مرا از مکتب تماما آزاد کردند و مکتبی مشترکان بودم. دویم سالی 1917 40 سال در زندان امیر بعدی 75 در از حکومتداران می‌گریزید. چرا فرمان امیر را پیسر نمی‌کنید؟ های از فرادان سزا ما دوست شده خانه کی را بزرگ سامی کی را بوده درست نظر فرزندی کی با چشمی بند نگاه کرده دوست آن کسی که ببایید و خامه مظلومان بیکر پخش کرده میدن دوست آن کسی که مظلومان بیچاره و خورده مشهور را به سبب می‌کنند می‌کشند دوست آن کسی که نه تنها مال فقیران را می‌گیرند بلکه زن فرزند ناموس و آبروی آنها را هم پایمال می‌کنند. اگر هنوز هم کی بودن این دوست را نشنیده باشی دانستم خودی تو حاکم تو امیر رو وزیر رو حاضر رئیس رو بگی حکومتداران را پیسر نمیکنید. شما که آدم برای عمل دیما پیسر نکنید. شما هر با بسری با چون تقای
مقصود ما را بسیار